قیمت شدن بی سابقه نرخ طلا در بازار جهان. واقعا بسیار مقبول است چون درش مارکم کار شده. بله. برندم بسیار مقبول و زیبا. دوستایی را هم میتونین در خانه استفاده کنین، هم محفلی است، در محفل هم میتونین استفاده کنین. تو خراب نمیشه. خراب نمیشه ان شاء الله. از این باز ما 1 سال تا 2 سال وقت هم میتیم. اگه مثلا میده شد تا اونم در گردن خودم. بسیار بسیار. هم زنجیری جور شده هم مورس هم روش که بسیار هم یک بافت خوبش و ظرافت برش داده و این قاطع میشه و دلتان جمع باشه، خراب نمیشه. این دیگه یک کلک مکمل میگیره. بله. واقعا متفاوت است. دیزاینای چاکلیتی زیاد است ولی بازی دیزاینش بخی متفاوت است. در بینش مرام کار شده و امروی گوشواره بسیار مقبول. عیارش 21 است، ساخت خوب است و 85 گرم وزنش هست امروی گوشواره. دوستا میبینین چی اگر بیشتر کلان دیگه اینا که خریدین دیگه اینمیت کنید هم یکش به خاطر که از دو بغل نبره. هم یکش کافی است. بله اون عیار از این سیت ما 18 است. ساخت وطن خود ماست. وزنش 54 گرم است که به حساب افغانی میشه 3,51,000 و به حساب دلار میشه 5,200 دلار. این چوری های ما ساختای دبی است. دیزاینش قطری است. 59 گرم وزنش است که مکمل مورد بینش کار شده. قیمتش به حساب افغانی میشه 4,42,000 افغانی میشه و به حساب دلار 6,600 دلار میشه. یعنی هر مشتری که از زرگری کابل دبی خرید میکنن وزن باید از 10 گرم به بالا باشه که در فروشیش شامل میشه و جایزش 3,500 دلار است و تقریبا 3,5 گرم طلا است. قیمت شدن بی سابقه نرخ طلا در بازار جهانی. سلام و درود خدمت تمامی شما بینندای عزیز. انشالله که خوب صحتمند و سرحال باشین و از هر کجای دنیا که ما را بیننده هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین. وطندارای گلم باز هم در خدمتتان هستم با یک برنامه جدید، البته برنامه‌ای که شما بسیار زیاد دوستش دارین. نرخ و نوای طلا و معرفی دیزاین‌های جدید. قسمی که در کامنت های برنامه قبلی سوالات داشتین انشالله اونا رو پرسان میکنم و در موردی که چرا طلا ناگهانی نرخش بلند رفت معلومات می داشته باشیم. لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. بیننده باشین تا در جریان هستین. در این اواخر نرخ طلا بسیار زیاد بالا رفته و ناگهانی قدر نرخش بالا رفته. ما هم خواستیم تا بازم بیاییم به زرگری کابل دبی، زرگری که شما همیشه دوستش دارین و دیزاین های بسیار مقبول میارن. صحبت ها رو می داشته باشیم در مورد نرخ و همچنان دیدارجان بابا هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیریتی هست؟ سلام و روز بخیر هستین؟ بخیر سلامت بخیر باشین. خیر ببینید. وطندارای عزیزم ناگفته نمانه که طلا قیمت شده. من میفهم که کمک شاید دلتان حراس باشه که چرا طلا قیمت شده، ولی یک خوشخبری هم در برنامه براتون داریم. حتما تا آخرین دم بیننده باشین. دیدار جان عزیز، چطور از بازارها بعد از بلند رفتن نرخ طلا؟ والا شکر از خود نظر و فروش ما خرید ما زیاد شده. همین که مشتریای ما فهمن که طلا کمک بلند شده. اگر 2 گرم داره، اگر 20 گرم داره، کلش سودا میکنن. باز پس یک چیز پایان شده پس میخرن. دیگه خوب است. دیگه شکر است. هم فروش داریم ما خرید. خود نظر به فروش ما خرید ما زیاد است. میشه بگین دلیلش چی است که نرخ طلا هم تو یک دفعه بلند رفت؟ دلیلش این خوی دفعه خود دلیل خاص نداره، به خاطر که کدام جنگ جهانی است. مگه یک جنگ اقتصادی است اگر ما شما بگیم. خب به خاطر از اینکه از بازار طلا را جمع میکنن، هر چقدر در بازار طلا کم باشه
نرخش بالاتر میشه. و طلا یک چیزی هست که نال 1 کیلو طلا 1 لک دلار میشه. اگه ما شما بفهمیم 1 کیلو طلا بسیار خرد میشه، یعنی 1 لک دلار نگاه میتونیم. بله. وقت بیا که 1 کیلو طلا تا 5 لک تا 6 لک دلار شود. دیگه طلا سال به سال بلند شده میره. این دیگه پیشگویی خودم کردن نمیتونه که 100% خب مگه ما که میفهمیم از وقتی که کسب و کارم است که از 1200 1300 افغانی که ما سودا میکردیم که یک دفعه بالا شده پس پایان نشده. بالا میشه پایان نه. والا مشکل دمی است که پایان نیت نمیشه دیگه. پایان نیت نمیشه. اگه شما یک دو 300 افغانی پایان میشه پس به جای خود میرسه. به جای خود پس پورا میکنه. بله. چطور از باز مردم چی میگن از اینکه مثلا بعضی وقت قبول نمیکنن طلاق بالا بره یک ذره جنجال میکنن؟ حتما وقت که بود در دوران جمهوریت باز ما مثلا اتحادیه نداشتیم، وکیل در ناحیه نولتر است، در ناحیه وکیل داریم. نرخ اتحادیه رو ما تعیین میکنن، همون را که به مشتری نشان میدیم تاریخ نرخ باز قبول میکنن. اگه نه قناعت نمیکنن میگه قبول نداره می رقم. دیدار جان نرخ بر ما بگین ایار 18 و ایار 21 امروز چند است نرخش؟ ایار 18 فعلا 6500 است، ساختای قطری، و ساختای عربی 6300 است که به حساب دلار میشه 1 گرمش. دلار هم چیز پایان شده نظر به برنامه پیش ما شما. 97 دلار 1 گرم 18 میشن و 1 گرم ایار 21 7,500 است تا 7200 ساختای عربی و ساختای قطری که به حساب دلار میشه 111 دلار. 111 بله. بسیار خوب. مطمئنا نمی پایین آمدن دلار هم یک تاثیر خود کرد. اگر پایین نمیاد شاید طلا هم که قیمت خب ما به می خاطر میگم اگر دلار به مون نرخ میموند 69 و 68 میبود یا 1 گرم 18 6800 900 میبود. این خوب است که دلار یک چیز پایان شد نرخ دلار هم یکم کنترل کرد، اگر نه طلا زیاد بالا میشه. بسیار بله. عزیزای دل بیننده باشین، ان شاء الله سوالاتی که در کامنت ها داشتین برنامه قبلی که داشتیم بیشتر از شما عزیزا بعضی سوالات داشتیم که او را میخوایم در ابتدای برنامه از دیدار جان پرسان کنم. یکی از برادرای ما به نام عمر شکوری گفتن سلام خواهر عزیز، بار دوم اگه برنامه گرفتین لطفاً پرسان کنین ما طلای اصلی را چطور بتونیم شناسایی کنیم. این طلا خاطر حساب داره، این نمیشه که در یک گفتن شما را بشناسیم. ما براتون بگیم که این رقم شناخته میشه. اگه با حساب مارک بگیم که با مارک هیچ امکان نداره، بخاطر که مارک یک تاپ است در چیز زده میشه. میتونیم یک چیزی اعلام بزنیم. یا از اول خود تزاو چک میشه. بازی تزاو خود اگه در تزاو تو بفهمیم یک سنگ داره باش مو سنگ برش اما تنها ما نشان بدیم که بفهمن. چون در این وقتا می طلانما یا طلای ساختگی بسیار زیاد شده در بازار. هر جایی که ببینیم اونقدر تفاوت نداره. اینی سنگ است، سنگمک ما ایرا میگیم. وقتی که سرازی طلا رو میزنی با سرازی تزاو مندازی بازوش 100 رقم گپا دارم. وقتی که سرازی هم بفهمی سرت خلاص باز داخل طلا مهم است که یک روی میتونه یک روی کشم باشه زیرش بدل باشه، بخاطر که سرازیاتر از زرگرای می رقم خورده. خصوصا خودم روزای اول که اومدیم چندین دفعه سر خودم خوردم. یک کره گرفتم که 32 گرم وزنش بود، در سرش یک روی کش زده بود، زیرش مکمل بدل بود. دیگه باید از که هیچ کار نکنی 5 سال باید تو در یک زرگری کار کنی که تا تو تجربه پیدا کنی باز بعد از طلا رو بشناسی. کلا گپ دوستا دیگه سرمون تجربه است. مثل دیگه وسایل نیست که زود مثلا کدام طریقه داشته باشه. امکان نداره بخاطر طلا یک چیزی هست که امکان نداره قدر زود بشناسی شه. بسیار خوب. و خانم شبنم قیومی گفتن بسیار برنامه عالی و مقبول، تشکر از شما که با کامنت هم جواب دادین. و ایمان گفته سلام، میشه در برنامه بعدی دستبند و پشتیستی هم به معرفی بگیرین لطفاً؟ چرا نه، صحیح است. دستبند براتون یک چند دیزاین دستبند معرفی میکنیم که مکمل ساختای الجزایری و قطری است. بسیار خوب. اینی شپکاس کم کره داره، این کراس، این دستبندکاس. اینا همین قسمت می باشه عزیزا، بعد از سوالا بخیر درباره‌شون مفصل صحبت میکنیم و قیمتاشون میگیم. و همچنان سکینه گفته سلام، طلای خود افغانستان چند ایار است؟ که در برنامه قبلی شما گفتین که طلا اصلا یعنی مربوط به کشور نمیشه دیگه. طلا است، عیارایش معلوم است. عیار 14 است، 18 است، 21 است، 22 است. که به حساب چی به 916 می 880 می 750 می 705 می. به نظر به اون فیصدی نقره یا فیصدی بیایش معلوم است کل چیز. بله. همچنان لورینا گفته خارجان میشه چند دیزاین پیش‌دستی نشان بدین که انشالله براتون نشان میدیم. و همچنان ملکه گفته سلام، قیمت هر گرم 18 ایار چند افغانی است؟
او را گفتیم به حساب دلار هم گفتیم، به حساب افغانی هم گفتیم. و همچنان رقیه آرام گفته سلام بر شما، خیلی طلای مقبول، چله را ازشان خریدم، خیلی مقبول. بار دیگه که رفتین سیتای نازک و چوری ها به خاطر روی خانه معرفی کنین، جالی نباشه، انگشترهای محکم برای خانه نشان بدین. ممنونتان. هزار دفعه چرا نه، ان شاء الله او را معرفی میکنیم. حتما بیننده باشین عزیزا، در جریان برنامه برتان معرفی میکنیم. ملیحه گفته سلام خواهر جان، میشه چند سیت نگیندار هم معرفی کنید و در وقت خرید نگینا رو هم حساب میکنن یا نه؟ نگین چیزای نگیندار ما به خاطر چرا نمیاریم که یکی زرگر اعتبار خود از دست میتن. یک چیز نگیندار که هر چقدر ما با مشتری اگه کسر رو بتیم، اما قلب مشتری ما برای چی نمیکنه، تسکین نمیکنه که والله حتما هم قدر شاید باشه چقدر که به ما کسر دادن. این انگشتراست که ما جور کردیم، وزن نگین به ما معلومه است. یک مشتری میاد میگه این انگشترا رو به ما بده یا ما میخرم میرم، ما که برش میگم که 1 گرم نگینی از این است. اون وقت برای شما معلومه است، اعتبار نمیکنه که والا شاید 1 گرم نباشه. به می خاطر چیزای نگیندار نمیاریم که سیت جور کنیم. باز اگر با سیت که باشه، سیت مکمل به هم قیمتش زیاد میشه، هم نگین زیاد میخورن. باز اگر شما خواستین که فرمایش بدین هر دیزاینی که باشه در هر دیزاین براتون نگین کار میکنیم و نگینش هم کسر میشه. نگینش هم براتون کسر میکنیم، خالص هم وزن طلا رو حساب میکنیم. بسیار عالی. بله. و همچنان سحر گفته آدرس کجاست، که در برنامه قبلی چندین بار همراه دیدار جان درباره آدرس گفتیم، میشه که یک بار دیگه بگم؟ چرا نه، 1000 دفعه. آدرس مرکزی ما زرگری چی بازار کمپانی 14 بن سطح زرگری کابل دبی دست چپ دکان چهارم. بسیار تشکر. عزیزای ما سوالات شما بود که در مورد اطلاع و بعض دیزاین‌ها داشتیم. بیننده برنامه باشین، دستبند، پشت دستی، سیت، انگشتر تمامش براتون معرفی میکنیم و همچنان فراموشم نشه که یک خوشخبری هم در برنامه نظر به سوالاتتان و نظر به دیزاین‌های جدیدی که در کابل دبی آمده معرفی رو شروع میکنیم و خواهر ما که گفته بودن دیزاین‌های از دستبند و پشت دستی برشان معرفی کنیم. در این قسمت همین دیزاین‌های جدید است که دیدار جان دربارش بر ما معلومات میدن. پس نه از این دستبندهای ما که هست، این دستبند 6 گرم وزن داره، عیار 16 است و قیمتش هم میشه به حساب افغانی 39000 افغانی میشه. 39000. بله. بسیار و پالیش که هست وزنش 9.5 گرم است، عیار از وام 18 است. قیمتش هم به حساب افغانی میشه 62000 افغانی، تقریبا 900 دلار میشه. 900 دلار. بله. بسیار زیبا. و این دستبند عیار 18 است. بله، دستبند کلش مکمل 18 است. باز اگه 21 خواستن 21 هم میتونیم جور کنیم. این دستبند ما 5 گرم وزن داره. قیمت از این میشه به حساب افغانی 32500 افغانی. 32500 بله. افغانی. بسیار زیبا. میشه که به ایرو هم بگوین قیمتاشو؟ چرا نه؟ احترام نتنا. به ایرو 422 ایرو میشه اینیم. بسیار چیزا که ظریف و مقبول است. اینا سادگی هستن، فکر نکنم در وقت در خانه بپوشنش میشه دیگه. تو از نگاه محکمی محکم است، ان شاء الله میدان میشم. و این دستبندکای ما که 13.5 گرم وزن داره. یا دیگه دستبندای محفلی هستن. بله. قیمت از این دیگه به حساب افغانی میشه 88 دلار افغانی میشه و به حساب دلار 1300 دلار میشه. 1300 دلار. بله. و اینی کاری ما که از 18 گرم وزن داره. عیار از یام 18 است. به حساب افغانی میشه 1,17,000 و به حساب دلار میشه 17,500 دلار. بسیار مقبول است دوستان. میبینین اینا دیگه بیشتر محفلی هستن. بله. دیزاین بسیار مقبول داره. قیمتش چند گفتین دیدار جان؟ 17,500 دلار میشه و به حساب افغانی 1,17,000 افغانی میشه. 1,17,000. بله. و اینی دو کاری ما وزنش از 22 گرم و 53 میلی که به حساب افغانی میشه 1,46,500 و به حساب دلار میشه 2200. 2200. بله. 2200 دلار دوستان. واقعا بسیار مقبول است چون داش مارکم کار شده. بله. برندم بسیار مقبول و زیبا. عالی است. و این کاری دیگه ما که است 23 گرم و 47 میلی وزن داره. 23 گرم. عیار 18 است و به حساب افغانی میشه 1,52,500. 1,52,500. بله. و به حساب دلار میشه 2,300 دلار. بسیار مقبول. خواهر عزیز ما که دستبند گفته بودن، البته دو تا خواهرای ما بودن که نامشان فراموشم شد. دستبند و پشت دستی گفته بودن، یا از دستبندا و کرای بسیار مقبول که
و پوشدستی را انشالله در برنامه بعدی ما پوشدستی های نو ساختای قطری در ایار 21 و در ایار 18 انشالله که میرسه. باز در برنامه بعدی انشالله معرفی در راه هستن دیگه. بله. کاغذ پیچ عزیزا میرسه و براتون بخیر باز معرفیش میکنه. بله. خب یکی از خواهرایمون گفته بودن که البته مشتریتان هم بودن. گفته بودن که سیتایی که بر روی خانه باشه، روی خانه پوشی باشه که راحت بتونن بپوشن و خراب نشه و همچنان انگشتر. بر ما فکر کنم همی است دیگه که معرفی سیتایی است که گلوندبند است، هم پشتاش پر است، هم از نگاه محکمی زیاد محکم است. یکی هست یکی اگه باز خواست که زیاد ظریف باشه، مثلا زیاد جمع جوش نداشته باشه، این سیتاست مکمل زنجیر کار شده. از نگاه محکمی یعنی بخی ضمانتش میکنیم تا 3 سال 4 سال خراب نمیشه. بله تا 3 سال 4 سال ضمانتش میکنیم. از وزن گرنگ است مگم از نگاه محکمی با زیاد محکم است. بله دوستان میبینیم بخی یک چیز متفاوت است. دختر خانم‌ها بیشتر بازی چیزاکای ساده را خوش میکنن. بله. قیمت از این دو تا رو بر ما بگو. وزن نزدیک از 35 گرم است، عیارش 21 از ساخت دبی است. قیمتشون به حساب افغانی میشه 2,62,000 افغانی میشه و به حساب دلار 3,900 دلار میشه. 3,900 دلار. بله. و به یورو چند میشه؟ به حساب یورو میشه 3,400 یورو میشه. 3,400 یورو. بله. و دومیش؟ وزن نزدیک است 46 گرم وزنش است همراه گوشواره. گوشوارهشون پشت پر است. عیار از 18 است. قیمتشون به حساب افغانی میشه 2,99,000 و به حساب دلار میشه 4,500 دلار. 4,500 دلار. دوستایی را هم میتونین در خانه استفاده کنین، هم محفلی است، در محفل هم میتونین استفاده کنین. قسمی که دیدار جان گفت کاملا پشتاش پر است و گوشواره‌اش هم همونطور. و همین چیزایی که پشتش پر باشه زود خراب نمیشه. خراب نمیشه ان شاء الله. از این باز ما 1 سال تا 2 سال وقت میتیم. اگه مثلا میده شد توانم در گردن خودم. بسیار بسیار. بله و این رو معرفی کردیم. یک سیت دیگه که یا مکمل موره است. بسیار خوب. از ساخت کلان است، یعنی در روی خانه اگه بپوشن که شاید اذیت شود کسشون به خاطر که زیاد کلان است. محفلی است مگم از نگاه محکمی ما بگم که از نگاه محکمی زیاد محکم است. هیچ وقت ان شاء الله میده خراب نمیشه. گرنگ بسیار پر جور شده. بله. عزیزا ما براتون نشان بدم این قسمت چه میبینین هم زنجیری جور شده هم موره است همراهش که بسیار هم یک بافت خوبش و ظرافت برش داده و این قاطع میشه و دلتون جمع باشه خراب نمیشه. فقط هم بزرگیش است که فکر نکنید در خانه در این خانه استفاده نمیشه مگم از نگاه محکمی زیاد محکم است که با خود یک دستبند بسیار مقبول داره. گوشواره‌اش هست و انگشترش هست. این سیت مکمل 85 گرم وزنش است، ساخت دبی است، عیارش 21 است مکمل. و قیمت از این به حساب افغانی میشه 6,37,500. 6,37,500 و به حساب دلار میشه 9,500 دلار. 9,500 دلار دوستان. بسیار مقبول. واقعا یکی از دیزاین‌هایی است که بسیار زیاد زیبا و خاص است. عزیزا بیننده باشین ان شاء الله برنامه ادامه. دیگه کدام سیت است که به معرفی بگیریم؟ دیگه سیتای ایران سیتای گلوندبند است که دیزاینش بسیار مقبول است. با خود گوشواره داره و مکمل اردیش پشت پر جا شده. بازی سیتا میشه در روی خانه استفاده شود به خاطر که گلوندبند است. آدم اذیت نمیکنه. قدر زیاد بزرگ هم نیست. بله. و پشتاش پر است. از نگاه محکمی از یوم از تا 1 سال 1.5 سال وقت تبادله را میتونیم بر مشتریم. اگر خوش نکرد بدون فسری برش تبدیل میکنیم. عیار چند؟ عیارای 18 است دوش و وزنش که از 40 گرم وزن ازی است و 44 گرم وزن ازی است که به حساب افغانی میشه 2,60,000 افغانی میشه و به حساب دلار 3,900 دلار میشه. 3,900 دلار. و به یورو چند میشه دیگه؟ به حساب یورو میشه 3,400 یورو میشه. 3,400 یورو. بسیار زیبا و مقبول. دوستان میبینین که اندازه مختلف، دیزاین مختلف، گلاش فرق داره. میتونین که خریداری کنین و استفاده کنین. قسمی که گفتین به خاطر قیمت طلا بالا رفته یک ذره دیگه فروشات کم شده. فروشات کم است به خاطر که مشتری منتظر نمی است که با شاید پس یک چیز پایان شه ما بگیریم. باز یگان مشتری ما که محفل داشتن باشن بشورشون مجبور است اگر گرم 10,000 باشه بگیرن. به این خاطر. و اونایی که در فکر از هستن که طلا پایین میاد دیگه پایین نمیاد. اون فکر به نظر ما اوس کنم خوب است. به خاطر از اینکه طلا چیزی نیست پایان شه. ما خودم به ما یک تجربه یعنی 100% ما خود مطمئن هستیم. 100%. این گپ میزنم که یک رو طلا به یک جای رسید
باز به اون جای میمونه برای 1 سال یا برای 8 ماه یا برای 5 ماه باز بالا میشه. وقتی بیاد که 1 گرم طلا 20000 افغانی میباشه. خدا نکنه خدا روز اگر نه بسیار مشکل میشه طلا خریدن. خب یعنی ما حساب جهانی را براتون گفتم که اون جهانی لحظه به لحظه شور خورده رئیس. دلیل خاص هم دیگه نداره. دلیل نداره، نه خیر. بخاطر که چیزی هست ارزشش بالاتر شده میره. بله. سیت بعدی کدام سیت است؟ فکر کنم نوبت سیت‌های بزرگتر رسید. بله، این سیتا دیگه محفلی است. بله. که اون بسیار دی برنامه دیگه سیتای متوسط معرفی کنیم. بخاطر که زیاد دلک و 12 لک زیادتر مشتریامو فشار یگان مشتری. بله. بسیار خوب دوستان. این سیت ما که است با خود گوشواره بسیار مقبول داره، از زنجیرهای بسیار مقبول ساختای دبی است، عیارش 21 است و وزنش تقریبا 80 گرم میشه، همراه گوشوارهش البته. 80 گرم. به حساب دلار میشه، به حساب افغانی میشه 6,08,000 افغانی و به حساب دلار میشه 9100 دلار. 9100 دلار. بله. ولی دوستان میبینین نه بسیار بزرگ است و نه کوچک است، متوسط است. سیتای متوسط است که از این سیتا زیاد فروش هم داریم، نظر به خردای نظر به سیتای کلان یا وسط است دیگه. چون متوسط است دیگه، قدر قیمت هم نیست، قدر ارزان هم نیست. نظر به اقتصاد بسیار دیزاین مقبول هم داره. گفتن همونه که پشت پر آمد. پشت پر است. بله. بله. بسیار خوب. اینم برام معرفی کردم. سیت بعدی کدام است؟ سیت بعدی این دیزاینک است که یوم دیگه پشپکش بسیار مقبول است. بسیار عالی. یوم دیگه سیتای متوسط است، نه زیاد کلان است، نه زیاد خرد است. این فکر کنم وزن زیادتر در زنجیرشان میباشه. وزن زیادتر وزن زنجیر میگیره، بخاطر که زنجیر گرنگ میباشه. زنجیر باید محکم هم باشه، نه؟ چون بسیار محکم است. بله. عیار از این سیت ما 18 است، ساخت وطن خود ماست، وزنش 54 گرم است که به حساب افغانی میشه 3,51,000 و به حساب دلار میشه 5200 دلار. 5200 دلار. بله. بسیار عالی، بسیار زیبا. نظر به اینکه طلا به حساب قیمت هم شده ولی بازم نرخ‌های شما نسبت به دیگه جای فرق میکنه. بله، ما گفتیم هر مشتری که اومده بیشتر شما شاهد هم میدین که مشتری آمد نظر به بازار برای 200 تخفیف داریم و او با دلار تخفیف میگیرن. یعنی تو شاهد بدی که 100 دلار 1,900 دلار تخفیف دادیم برش. دیگه بر مشتری ما که دکان ما میاین اول بازار رو بای کنن، خوب از بازار دل خود جمع کنن، نظر به بازار در گرام 200 حتما مرد شدن. ان شاء الله بدون شک. بله. با وجودی که مشتری پیشتر آمده بود برش تخفیف هم دادیم، هنوزم جگره داشته. بازم جگره داشته. بسیار خوب. سیت بعدی کدام است دیدار جان؟ این دیزاین هم دیگه گلوبند است. بسیار خوب. گلوبند است، پشتش پر است، عیارش 18 است، 45 گرم وزنش است که تقریبا 3900 دلار میشه و به حساب افغانی 2,61,000 افغانی میشه. 2,61,000 افغانی. بله. و این قسمت از چی میگن ایره استفاده کردین؟ میشه که بازی در زنجیر هم باشه؟ خب بازیاتر میشاره میگه این چرمن با حساب چرمن میگه برای چی ریس میکنیم برای زنجیر طلا میزنیم. زنجیر. باز قیمتش دیگه بالا میره. اگه با زنجیر بگیم قیمتش؟ با زنجیر 4 گرم وزن زنجیر است. تقریبا 2,80,000 افغانی میشه و به حساب دلار 4,200 دلار میشه. 4,200 بله. بسیار بسیار زیبا. و یک سیت دیگه هم از عزیزا که رو معرفی میکنیم. این دیزاین ما دیگه یا زیاد خصوصا خودم این دیزاین با ذوق خودم میگیره آوردیم که تقریبا 101.5 دانه سیت بودیم، یک دانه سیت آورده داشتیم. دو روزش میشه که آوردیم، بسیار دیزاین مقبول است. دیزاین کاغذ پیچ است دیگه. دیزاین خاص است دیگه. این دوستای ذوق دیدار جانم براتون معلوم شد دیگه که بسیار یک ذوق مقبول داره نام خدا. واقعا متفاوت است. دیزاین‌های چاکلیتی زیاد است ولی بازی دیزاینش بیخی متفاوت است. در بینش مرام کار شده و همراه گوشواره بسیار مقبول، عیارش 21 است، ساخت دبی است و 85 گرم وزنش است همراه گوشواره و به حساب افغانی میشه 6,46,000 افغانی میشه و به حساب دلار 9,600 دلار میشه. 9,600 دلار. به یورو چند میشه دیگه؟ به حساب یورو میشه 8,400 یورو میشه. 8,400. بله. واقعا دوستا سیت مقبول زیباست. یک چیز متفاوت. کسایی که خاص دوست دارن باز میتونن که چیزا رو انتخاب کنن. بیننده باشین ان شاء الله چوری و انگشتری گپون براتون معرفی میکنیم. گفتم در این قسمت برنامه از انگشترها معرفی می داشته باشیم که یک انگشتره که بسیار مقبول و کلان دیگه، کلانترین انگشتر همی است دیدار جان. بله وزنش دیگه، نگاه وزنم از نگاه جسامت هم کلان معلوم میشه. کلان است. بسیار خوب. عیار 18 است؟ عیار 18 است. بله.
قیمت چه وزنشه برام بگید؟ در دیزاین هم 21 داریم، هم 18 داریم. وزنش 29 گرم است، قیمتش به حساب افغانی 1,88,000 میشه. ماشاءالله. و به حساب دلار براتون بگویم $2,800 میشه. 2800. بله. بسیار عالی. خواهر ما گفته بودن انگشترایی که برای خانه پوشیده میشه که از اونام بکشین نشان بدین. برای خانه چند رقم انگشتر است خب که از نگاه محکمی دیگه ما بخی ضمانتش میکنیم. خب بسیار خوب. راحت میتونن که استفاده راحت میتونن استفاده کنن، هیچ از دست خود نکشه. باز مثلا رنگش به خاطر شستشوی گپا که دست باش خراب نمیشه. همینطور است پس ششته شو اینا یک رنگ خود کمک تغییر که دور کم پس که ظرفشویی که برس دندان نیست سرزمین کم ظرفشویی یا خود کریم دندان سرش بزنی سر میتلا پس بزن رنگ خود جل پس میکشه. هیچ مشکل و یگان تو مثلا دست عرق میکنه عرق سرش میشینه یا مثلا یگان اسپری میزنی یگان کریم دستت میزنی طلا دستت میواشنی رنگ خود کم پیکا میکنه پس اون بشی رنگ خود پس تر تازه میکشه. خب یعنی رنگ اصلیش نمیره. رنگ اصلیش نمیره، نه خیر نیست. اینی انگشتر است خب که یکی انگشترهای موره است. انگشترهای موره است هیچ وقت یا از نگاه محکمی بسیار محکم است. یکی از این انگشترهای مورپیچ است که یا بسیار انگشترهای محکم بسیار محکم از نگاه وزن بسیار وزنش پر است. یکی اینی انگشتر است که یا ساختای دبی است سیارهش 21 است. انگشترهای گل است. بله. این انگشترها هیچ وقت نمیده میشه و نه خراب میشه. بسیار عالی. وزنای جر برام بگین قیمتاشو دیدار جان. وزن اینی انگشتر ما که است 8.5 گرم وزن داره خب. عیارش 21 است به حساب افغانی میشه. بسیار خوب. 63,700 قیمتش میشه به حساب افغانی و به حساب دلار $9,500 میشه. بله دوستا. $9,500 از جمله انگشترهایی که در هر وقت میتونین که ازش استفاده کنین و بپوشین کاملا راحت. دقیقه 66 هم دیدار جان براتون گفت. بله. و این انگشتر؟ این انگشتر ما 7 گرم وزن داره بله و به حساب افغانی میشه عیارش 18 است. 45,500. 45,500 و به حساب دلار تقریبا $680 میشه. $680. اینا باز اندازش خورد کلان هم میشه؟ خورد کلان باز ما خود ما میتونیم میشه برش خورد کلان. بسیار خوب. بله. بسیار خب دیدار جان درباره از این انگشتر برام معلومات بدین چون این انگشترها زیاد مود شده. انگشترهای موره حالا زیاد مود شده. 9 گرم وزن از قیمتش میشه 58,500 افغانی و به حساب دلار میشه $873. $873. بله. بسیار مقبول زیبا. یا فکر کنم وزنشون یکم زیادتر میاد بخاطر موریشون. از خاطر موریش گرنگ است بله. ایار 18. 18 هم است باز 21 هم داریم که تقریبا 21ش در 9 گرم میشه 67,500 که به حساب دلار میشه $1,007 میشه. $1,007. بله. قیمتش بالا میره بسیار. و یا مورایی از دیزاینش یا مورایی است بله. انگشتر ای وزنش 6 گرم است. عیارش 18 است. قیمتش 39,000 افغانی میشه و به حساب دلار $582 میشه. $582. بله. بسیار عالی. اینا دیگه قیمتای متوسط داره در انگشتر یا قیمتای بالای انگشتر است؟ خب بازی این که از متوسط است. از اینکه باز گرنگش بر نشان میتونم در انگشترهای موره بازینی است که تقریبا تا 1,50,000 قیمتش میشه. عیارشون 21 است. این دیگه یک کل مکمل میگیره بله. بسیار عالی. چقدر گفتید؟ 1,50,000. 1,50,000. و قیمتش به دلار میشه $2,200 میشه. بسیار زیبا دوستان میبینید. پیسه یک سیت هم میتونید که در یک انگشتر موره بزنید. میشه. بسیار مقبول. و این انگشتر هم برای ما دربارش معلومات. این انگشتر وزنش 10 گرم است که به عیارش 18 است. 65,000 افغانی میشه تقریبا $9,500 میشه. $9,500. بله. فکر کنم یک ذره محکم‌تر است وزنش زیادتر میانی. یا که از مکمل یعنی جالی نداره خب مکمل یک دست جور شده. از می خاطر وزنش زیاد گرنگ است. بسیار عالی. و انگشترایی که نو بسیار مود شده می انگشترای باشه میگن و قاب میگن فکر کنم از اونام داریم. از اون چند دیزاین داریم. حالا شاپرکش برام. شاپرکش برام. دوستا یک دفعه باش که دیگه چی میبره. بسیار خوب. شاپرک. باز ساختای باشه که از چند رقم داریم. خب بسیار خوب. خورده کلام داریم. فرق میکنه. اندازهای مختلف از بله. به به. که خورده کلام داره. دوستا میبینیم چی یک انگشتر کلان دیگه. اینه که خریدین دیگه. اینم یک کنیش هم یکش به خاطر که از دو بغل میبره. هم یکش کابی از بله اون. برای می یک دست بسیار مقبول زیبا. اینا دیگه قیمتاشون وزنش قیمتش گرنگ است. وزنش 32 گرم است. عیارش 21 است و 2,40,000 افغانی میشه. بله. دوستا میبینید این اندازه مختلفش است.
این خردترش هست آه خردترش هست بله اون از خرد به کلان بسیار عالی. قیمتاشو بر ما بگوین دیدار جان؟ این انگشتر کلان خود 2,40,000 شد. 2,40,000 اینیش 98,000 میشه و اینیش 65,000 میشه. 65,000 بله. به دلار باز؟ به دلار انگشتر کلان ما میشه 1462 دلار. 1400 و اینی دیگه ایش میشه اینیش 1462 دلار شد. و اینی کلان که 2,40,000 افغانی میشه این به حساب دلار میشه 3,600 دلار. 3,600 بله. و این دیگه 9,500 دلار میشه. 9,500 دلار بسیار عالی. بله. و دیزاین جدید که شاپرک گفتین در آمده؟ اینیش پک است که وزنش 11 گرم است و قیمتش به حساب افغانی 82,500 افغانی میشه و به حساب دلار 1,231 دلار میشه. 1,231 دلار. بله. اینا خوب از دستساخت یعنی میتونن در خانه بپوشن. یا میشه یا بسیار بخاطر که این بیشتر است تر داره بسیار محکم است. از دیگه وزن خوب وزمین است. وزن محکمی هم زیاد محکم است. بسیار عالی بسیار بله. عالی. بسیار خوب دوستا بیننده باشین. انگشترها رو معرفی کردیم در مورد چوریا صحبت میکنیم. ما را همراه برنامه میخوایم براتون از چوریا معرفی داشته باشیم که البته دیزاین های بسیار مقبول و جدید آوردن دیدار جان شد. دیزاین های چوری دفعه پیش در برنامه بسیار مقبول بود. این دفعه چوری های بسیار متفاوت آوردیم. یکی این دیزاین های چوری است. یکی یک چوری های سیمی آوردیم که دیگه بیخی متفاوت است. بسیار خوب. که از جسامت ما ببینیم شاید به نظر ما بسیار وزن کم معلوم شود مگر وزنش ببینین که بسیار گرنگ است. واه ماشاءالله. یعنی یا سیمی است بین بیخی یا ندارن. تقریبا 100 گرم وزن از این چوری های ماست که ایارش 21 است و 66 گرم اینی چوری است 90 گرم اینی چوری های ماست. بسیار عالی. که حالا یا دیگه نو موز شده از یام چوری های سیمی. ظاهر ببینین دوستای فهمیده نمیشه که قدر وزن زیاد داشته باشه. دیگه مشتری ما از جالبا و از چوریای استردار خسته شدن. حالا از این چوریا دیگه ما تقریبا 18 درجن آوردیم یعنی یک هفته نمیشه که 3 درجنش مونده. نام خدا. یا زیاد خوش میکنه. بیشترم شما شاهد بودین که مشتری مازمی درجن خوشکت گرفتن. بسیار عالی. و خوبی است که ببخشید گفتن دیدار جان. کابل دبی دوستا میشه در برنامه گفتیم که آپدیت میکنن دیزاین های خود 2 روز بعد 3 روز بعد یا حداقلش هم یک هفته بعد آپدیت میشه و همین خوبی است که می چیزایی که نو مود میشه امیر شما میارینن ان شاء الله باز به برنامه بعدی ما ان شاء الله دیزاین های دیگر فرمایش بدیم ان شاء الله متفاوت شپاش قیمتاش برنامه 7.5 لک افغانی به حساب افغانی میشه این چوری ما و به حساب دلار 11,200 دلار میشه 11,200 دلار و اینی چوری های ما که است 90 گرم وزنش است که به حساب افغانی 6,75,000 افغانی میشه و به حساب دلار 10,074 دلار میشه و این چوری های ما که است 66 گرم وزن داره که را 18 گرفتیم معیارش 18 است قیمتشون به حساب افغانی میشه 4,29,000 و به حساب دلار 6,400 دلار میشه 6,400 بله بسیار عالی دوستای هم از چوریای سیمی که تازه مود شده شما ازایی که دوست دارین میتونین که بین خریداری کنین این 3 درجن از که مانده ان شاء الله که دیگه‌شون میاد دیگه دیگه‌شون ما فرمایش دادیم بیشتر هم یاجی صاحب که دکان بدون مو 3 درجن دیگه هم فرمایش دادیم فشت دادم دیگه ان شاء الله باشه که بخیر دیگه خیر وطندارا که بیننده هستین حتما بیاین که دیزاین‌های جدیدشون ما در خدمت هستیم و چوریای جالیباف که اینا خو هیچ مودشون نمیره نه خیر یا دیگه زیاتر مشتری از یا خوش میکنه یعنی 80% مشتری ها جالیباف میگیرن میگه خیر اگه تاوانم کنیم خب مقصد یک چیز باشه که مدروز باشه بپوشین بازیو در محفل بسیار مقبول معلوم میشه یا بسیار مقبول معلوم میشه بله زیبایی خاص خود دارن قیمتای زیاد برام بگید این چوری هم که ساخت دبی است دیزاینش قطری است و 80 گرم وزنش است عیارش 21 است قیمتشون به حساب افغانی 6 لک افغانی میشه و به حساب دلار 9,000 دلار میشه 9,000 دلار بله این چوری های ما که است تقریبا وزنش 75 گرم است عیارش 21 است و قیمتشون به حساب افغانی 5,62,000 افغانی میشه و به حساب دلار
8400 دلار میشه. 8400 بله. دلار. بسیار مقبول و زیباست دوستان، میبینید اما زیبایی خاص خود داره. دیزاین های قطری در کل هم تو دیزاینشان بسیار هم رنگ بالا داره، هم بسیار دیزاین های مقبول میزنن. یا ساخت اینجاستن یا نه؟ نه، یا ساخت های دبی است. ساخت دبی. بله. بسیار مقبول. دوستا خودتون دیگه میبینید. ساخت اینجا باش مشتری ما ببینن. این ساخت جنس. ساخت کایر 16 است. در رنگش چقدر تفاوت است؟ تفاوت داره. زیاد فرق میکنه. اگه دیزاین تفاوت نداشته باشه رنگش بسیار تفاوت داره. رنگش بله. بازم افتخار است ساخت باید و ان شاء الله باز این که در قدر وقت کم فقط دیزاین‌های مقبول ما ساختیم ان شاء الله بازی 18 است باید از رنگش تفاوت کنه. اگه در 21 در وطن خود ما جور کنیم شاید که زمین سر بزنه. بله. خب وزن ازیا و قیمتشون؟ وزن اینجوری ما 100 گرم است که هم دیگه بسیار مشتری ما خوش میکنه. پیشترم شما بودین که یک درجه مشتری ما خوش کرد گرفت که 100 گرم وزنش است عیار 16 است 6,50,000 افغانی میشه و به حساب دلار 9700 دلار میشه. 9700 دلار. بله. و بعدش این چوری ما ساختای دبی است، دیزاینش قطری است، 59 گرم وزنش است که مکمل مورد بینش کار شده. قیمتش به حساب افغانی میشه 4,42,000 افغانی میشه و به حساب دلار 6,600 دلار میشه. 6,600 دلار. این دوستا شما میبینید این قسمتاش که است دیدار جان هم گفت مکمل مورد کار شده که موزیبایی و جلایش بیشتر ساخته. بسیار عالی. و این چوری ما که است این عیارش 18 است و این عیارش 21 است. این ساخت وطن خود ماست و این ساخت های دبی است. بسیار عالی. که این چوری ما 72 گرم وزن داره. قیمتش به حساب افغانی 5,40,000 افغانی میشه و به حساب دلار 8,050 دلار میشه. 8,050 دلار. ماشاءالله. بسیار مقبول زیباست دوستان. اینا ساخت دبی هستند. بله. عیار 21 یا 18؟ 21. 21. و این 18 ساخت وطن خود ماست که رنگش بسیار رنگ مقبول داره. وزن 60 گرم است به حساب افغانی میشه 3,90,000 و به حساب دلار میشه 5,820 دلار. 5,820 دلار. این چوری را آخری را دیدار جان به یورو هم بگوین به خاطر وطنای ما. به حساب یورو میشه 5,050 دلار. 50 یورو. بله. بسیار عالی. از بعد دلار گفتید؟ نه کلش به دلار دیگه. بسیار عالی. عزیزای دلم بیننده باشین چوریا رو براتون معرفی کردیم. ان شاء الله درباره خوشخبری که براتون گفتم صحبت کنیم. در مورد دیزاین های جدید و نرخ و نوای طلا براتون معلومات دادیم و همچنان از ابتدای برنامه براتون گفتم که منتظر خبر خوش باشین. انتظارتان به پایان رسید و در این قسمت دیدار جان عزیز بر ما میگن که خبر خوش چی است. او هم در این شرایطی که طلا بالا رفته کلگی استرس داره که چه قسم طلا بخرن، ولی بازم دیدار جان یک خدمت بزرگ کرده بر هموطنان ما والا یک قرقشی را به درون انداختیم دیگه. قرقشی متر است که وزن باید از 10 گرم به بالا باشه که شامل قرقشی من. بسیار خوب. یعنی هر مشتری که از زرگری کابل دبی خرید میکنن وزن باید از 10 گرم به بالا باشه که در قرقشی شامل میشه. و در آخر ما باز میکشیم که نامرکز برآمد دیگه شانس بود دیگه باز دیگه تالش. بسیار خوب. و جایزش چی است؟ جایزش 3,500 دلار است و تقریبا 3.5 گرم طلا است. بازو مشتری ما اختیار داره، اگه پول ضرورت داشتن پول میگیرن، اگه طلا ضرورت داشتن خوش میگیرن. 3.5 گرم اگه انگشتر آمد، اگه کدام دستبند 3.5 گرم آمد، اگه چسبک آمد، هر چی که بود، هر چیزی که خوش مشتری کرد. باز دیگه ان شاء الله ما در خدمت هستیم. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستان اینجا میبینید اما صندوق خود قرعه‌کشی است که یک تعداد از هموطنان ما شامل شدن. بله وقت بسیار کم میشه، یعنی دین روز آغاز کنیم. دیروز آغاز. بله. بسیار عالی. و این دیگه تا آخر ما باید که معلوم شود. تا آخر ما بله، تا آخر ما دیگه که باز میکشیم دیگه، باز بعد از ما باز از تاریخ اول شروع میکنیم تا ماه آخره. این دیگه هم تا ادامه داره. یا ادامه داره تا کل عمر دیگه. بسیار عالی، واقعا عالی است. عزیزایی که دوست دارن حتما دیگه مطمئن هستم که نام خدا دیدار جان و کابل دبی در سوشال میدیا بسیار زیاد شده، مشهور شده. کلگی همی جمعیت است سر تا سر کابل. بیاین خرید کنین، شامل قرعه‌کشی شوین و برنده جایزه شوین. تشکر میکنم از خود دیدار عزیز از اینکه ما رو در برنامه همراهی کردی و تشکر خاص به خاطر این قرعه‌کشی که راهنمایی کردی. سلامت باشین. تشکر.
سپاسگزار شما هستم که تا ایدم بیننده برنامه بودین. طبق تقاضای خودتان قسمی که خوش داشتین بازم برتان از بهترین زرگری کابل دبی برنامه تقدیم کردیم درباره نرخ طلا و همچنان دیزاین‌های جدیدی که بود و در پهلوش قرعه کشی که از طرف این زرگری راه اندازی شده. سپاسگزارتان هستم. منتظر انتقادات، پیشنهادات و همچنان سوالایتان در مورد دیزاین‌ها و طلا و هر سوالی که داشتین در بخش زرگری و طلا میتونین که در کامنت های برنامه بگوین. انشالله برنامه بعد حتما تمامش براتون پاسخ میدیم. بازم سپاس از شما که بیننده بودین. این بود برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردم. تا برنامه بعد خداوند نگهدارتان.